شاید وقتی سخن از یاری رساندن پنهانی به نیازمندان در سیاهی شب به میان میآید، بیدرنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ذهنمان نقش ببندد. اما باید بدانید که امام سجاد علیه السلام نیز در طول زندگی پربرکتشان هنگام شب با نانی بر دوش در کوچه‌های تاریک قدم می‌زدند تا بی آنکه شناخته شوند دست فقرا را بگیرند. حقیقت این بخشش شبانه تا آن هنگام از دیده‌ها پنهان ماند که امام به شهادت رسیدند و دیگر هیچ کس بر در خانه مستمندان نان و آذوقه نبرد. از دیگر اقدام‌های شگفت ایشان آزادی شمار فراوانی از بردگان بود که بر پایه روایت‌ها تعدادشان به 1000 نفر می‌رسید. بردگانی که با دستان کریمانه امام به آزادی و رهایی از زنجیرها دست یافتند. آنچه شاید نشنیده باشید تلاش ایشان در بازسازی کعبه است. زمانی که حجاج ابن یوسف کعبه را ویران کرد، مردم خاک‌های آن را پراکنده و هر کس بخشی از آن را با خود برد. سپس هنگامی که تصمیم به بنای دوباره کعبه گرفته شد، ماری سر برآورد و مردم را از ادامه کار باز داشت. آنان که از این مار هراسان بودند، توان پیشبرد ساخت کعبه را از دست دادند و موضوع را به امام اطلاع دادند. در چنین شرایطی امام سجاد علیه السلام خود وارد عمل شدند و در بازسازی خانه خدا کوشیدند و آن مار دیگر ظاهر نشد. در لحظه نصب حجرالاسود هر عالمی از عالمانشان یا قاضی از قضاتشان یا زاهدی از زهادشان برای این کار پیش قدم میشد، دستش میلرزید و حجر در جای خود قرار نمیگرفت. در نهایت امام سجاد علیه السلام پیش آمدند و سنگ را با آرامش و وقار فراوان در جایگاه خیش نهادند.